شکلات تلخ پارمیدا. پارمیدا، طعم واقعی شکلات. هتل کاروانیکای کرمان. آقا بیا تو. کجایی؟ بالا. اسمت؟ سروشم. دیر کردی. راه گم کرده بودم. گفتم شاید نیای. اول پیاله و بعد مستی راه گم میکنه. من میفروشم تو میخری. بعد اون نه من نه تو سی خودت من سی خود. من اینجا نگهبانم. حواست هست؟ بیا. اینجا از چی نگهبانی میکنه؟ کارخونه. الان نبین خرابه شده. قبلا کار میکرد. خرج 1000 تا کارگر رو میداد. خدا بیامرزه. آقا مرد بزرگی بود اینجا. بانون همینجا ما رو بزرگ کرد. روحش شاد. تو سرسرای اینجا آقام نگهبان همه چی بود. بعد تعطیلیش ما شدیم نگهبان هیچی. این همه تفنگ دور و بر این شهر هست، اما یه جا عقل پیدا نمیشه. تو امروز دومی مشتریم هستی. اتفاقا اون بنده خودم گفتم هر کی این سوراخ رد بشه دیگه اون آدم سابق نیست. میخوای رد چی؟ گیر باشم از سوراخ سوزنم رد میشم. باریکلا. پس از این دروازه بیا تو. بیا دیگه. وقتی که اسلحه دست بگیری اولین چیزی که باید بهش فکر کنی اینه که ارزششو داره یا نه. منظورم چیزیه که میخوای واسش به جنگی. اونقدر که تا آخر پاش وایسا. برو اونور وایسا. الهی ممیده تو. بفرمی. کالیبر 45. میگن از جنگ جهانی تا حالا داره آدم تلف میکنه. K5 اینم کالیبر 45. سگ رم میکنه که این نمیدونی چه عجوبه ایه. یه چیز عجیبیه جد. توپه. و اما عزیز دل خودم یا 8 روسی از پوست گلوله وارد میشه، استخون و چربی از اون ور خارج میشه. لنگه نداره. نازه آدم باید حرف میزن هستم بعد نستم. ببین تو بگو برای چی میخوای؟ میخوای بذاری رو دیوار برای قشنگی، یا میخوای آدم بترسونی، یا کسی رو بزنی؟ تو بگو میخوای چیکار کنی منم راهنماییت کنم. همه چی. اشتهاتو برم. سرتو بدوز. بپا.
بفرمی. اینا دیگه چیه؟ تا وقتی که آدما به جون هم میفتن ما بازارمون داغه. هر وقتم خواستی به جنگی به من بگو تا اون هیولا رو واسط باز کن. ببین چیه. بچه‌ها من واقعا فکر نمی‌کردم تو این فرصت بتونیم به این خروجی برسیم. دم همتون گرم. 3 ماهی که شبانه روزی دارید اینجا زحمت می‌کشید. هر افتخاری هم که هست مال هممونه. هممون تو شریکیم. الانم گفتم بیایم بشینیم دور هم راجع به باغامون حرف بزنیم. سلام. سلام همگی. سلام. چی میگفتم؟ بچه‌ها یه آنترا که 10 دقیقه‌ای بدیم. من بعدش جلسه دارم ولی شما برگشتین ادامه بدین. سلام. چه خبر خوبی؟ نوید درم ببند. خوبی؟ خوبم. آلما خوبه؟ خوبه. منتظرت میدم. چرا؟ گفتی برمیگردی. گفتم اگه بتونم فراموش کنم برمیگردم. چی شد یعنی؟ الان نتونستی؟ نه. من نباید حداقل به من میگفتی؟ گفتم اونجوری شاید برات سخت‌تر باشه. چرا نمیتونی فراموش کنی؟ خودتو بذار جای اون شب من. همون چیزی رو ببین که من دیدم. میتونی فراموش کنی؟ اشتباه کردم. اشتباه کردم. اشتباه کردم. اشتباه کردی. اشتباه کردی. الان یعنی هیچ راهی نیست دیگه؟ سلام آقای پرتو. خوشحالم میبینم. من همچنین مشکل. خانم اسفندیاری داخلیتون رو جواب ندادید اومدم اتاقتون. بفرمایید. دوستان اومدن منتظر شما بر جلسه برج نیلوفر. شما تشریف ببرید من الان میام. آقای ثابت هم یک کاری براشون پیش اومده، گفتن که در نبوده ایشون شما جلسه رو اداره کنید. شما لطفاً تشریف ببرین من الان میام. خب
بعد من بهار که اومد آبان از تقویم دیوار خونت خط بزن. سلام. بفرمایید. ببخشید معطل شدین. راحت باشین. عرض می‌کردم مهندس، ما الان واقعا مشکل نقدینگی داریم. اکثر کسایی که سهام دارن و ما براشون سهام خریدیم تو پرداخت اقساط خودشون موندن. مشکل تورم داریم، وضعیت دلار و دستمزد هم که بدجوری شرایط بدی رو برام فراهم کرده. الان باید چیکار کنیم؟ سهامدارا دارن پا پس میکشن. اتفاقا منم برای همین درخواست جلسه دادم. دوست داشتم جناب ثابت تشریف داشته باشن که کاری براشون پیش اومده. 2 هفته پیش جناب ثابت از من خواستن این پروژه رو بررسی کنم که متوجه شدم این پروژه با چالش‌های جدی روبروه. جناب محمودی اوراق سهام رو زمانی به سهامدارا واگذار کرده که اصلا زمینی وجود نداشته. سوال من اینجاست که آقای محمودی از کجا میدونستن مجوز چه تعداد، چند طبقه و چه مساحتی صادر میشه که بر اساس اون سهام چاپ کردن؟ بذار بعد جلسه میفهمونی؟ عرض میکردم چرا براش اوراق چاپ کردید و چرا در اوراق سهام قیمت نهایی درج نشده؟ بعد شما میفرمایید که چرا سرمایه گذار ما بی‌اعتماد شدن؟ به خاطر اینکه 2.5 سال هر ماه به ما پول دادن بدونه که دقیقاً بدونن سهم اوراقشون چقدره و هر سهم چه متراژ رو شامل میشه. میخوام خانم اسفندیاری، شما کدوم پروژه عظیمی رو مدیریت کردی که الان ما باید به حرفای قشنگ و جامع شما گوش بدیم و ترتیب اثر بدیم؟ اجازه میدید کلام من منعقد بشه؟ بفرمایید. موضوع بعدی که بررسی کردم اینه که قدر و سهم واحدهای مسکونی و اداری، پارکینگ و انباری مسکوت مونده و واگذار نشده. فکر نکنین من متوجه نشدم آقای محمودی که شما از منبع بودجه‌ای که سرمایه‌گذارا برای واحدهای مسکونی دادن دارید واحدهای اداری رو تکمیل می‌کنین. من میخوام بدونم شما با خودتون چه فکری کردین که از 380 تا واحد مسکونی که در 1362 تا سهم واگذار شده میخواید 110 تا واحد اداری تامین اعتبار کنین، مگر اینکه برای واحدهای اداری برنامه‌ریزی شخصی داشته باشیم. مشکل اصلی ما نقدینگی پروژه است که کمرمون رو شکسته. اونو باید چیکار کنیم؟ آقای مهندس شما اجازه بفرمایید. خانم اسفندیاری اینجا تشریف دارن که مشکلات ما رو حل کنن. بفرمایید. مشکلات شما راه حلی بجز شفاف سازی برای سهامدار نداره. یعنی الان دقیقاً باید چیکار کنیم؟ سرمایه‌گذار رو دعوت می‌کنیم اینجا، ما به تفاوت مبلغی که باید بداره ازش میگیریم، یه تاریخ تحویل هم بهش میدیم، یه جریمه هم برای خودمون میذاریم. ممنونم که اگر در تاریخ مقرر واحدا رو تحویل ندادیم جریمه‌ش رو بدیم. آفرین، براوو. افتخار خانم اسفندیاری. تو 2 دقیقه مشکلات انبوه‌سازی هلدینگ که چی مملکت رو با هم حل کردن. خیلی ممنونیم از شما. من دارم راجع به محاسبات و اعداد و ارقام صحبت می‌کنم. خانم اسفندیاری، این اعداد و ارقامی که میفرمایید میدونید دقیقاً یعنی چی؟ یعنی پول. شما تا حالا تو زندگیتون این تعداد صفر جلوی عدد دیده بودین؟ حرفی نمیمونه. در این مورد خود جناب ثابت تصمیم میگیرن. با اجازه. در مورد پیشنهاد من. بفرمایید پیشنهادتون رو. ما اینجا هستیم در خدمتتون که با شما هم فکری کنیم. که شما به درد این پروژه نمیخورین. نمیتونین. میخواینا. تواناییشو ندارین. خانم اسفندیاری. با اجازه. روز میخوام. خانم اسفندیاری. خانم اسفندیاری با شما. تشریف داشته باشین. حواست به رفتارت باشه. پا تا گلیمت درازتر نکن. اگه تو این هلدینگ داری پروژه رو ران میکنی به اصرار و پافشاری من بوده، اراده کنن رفته هوا. حد و حدود خودتو بدون. من حد خودمو میدونم. حد تو چیه؟ حد من اینه که اگه یه نفر بخواد تو این هلدینگ زد و بند کنه جلوش وایسم. تو فکر کردی هلدینگ به این عظمت گیر سود 4 تا واحد مسکونیه؟ به روش تو می‌خواستیم بریم جلو که الان منو ثابت باید تو زیر پله کارگری می‌کردیم. این بیزینس ریاضیات خودشو داره. یه موقعی هم 2 تاش نمیشه 4 تا. اگه می‌خوای پیشرفت کنی پس ریاضیات این بیزنس رو یاد بگیر. اگه منظورتون از ریاضیات بیزینس کلاهبرداریه، بله من اینجام که بگم همه جا 2 تا میشه 4 تا.
امیر اینجا بود داره؟ دلیل نمیشه از اینجا که دلخوری بیایی تو جلسه سر من خالی کنی. خبر زود میرسه. این شیما خانوم منشه شماست یا آقای ثابت؟ تو فکر کن ثابت. پس فکر کنم آقای ثابت بعد دنبال این منشه جدید واسه خودشون باشن. این همون حد و حدودی که میگم باید حواست بهش باشه. بدون کجا وایسادی. اگه دیر بفهمی ممکنه گرون برات تموم بشه. قشنگه. همه رو خودش انتخاب کرده. معلوم از کجا هستین شما؟ سرزمین عجایب بودیم. سرزمین عجایب. بیا بریم تو اتاقت. برو اینا رو بچین، معلوم میام پیشت. باشه؟ باشه. چی شده؟ او لیوان افتاد شکستی، تیکش رفت تو پام. بذار چسب برام بیارم. الان آبان بیاد ببینه خونه رو اینجوری به گند کشیدن پوستم رو گرفتیم یکم. آبان قرار بیاد؟ داره خون میاد. خودو چسب بزن. اون با شیشه توش نمونده باشه. باشه. آبان داره میاد خونه؟ آره. داشتم گردگیری میکردم اینجوری شده. کی میرسه؟ دیگه نرم باید برسه دیگه. یکم اضافه کاری وایساد به خاطر همین دیر شد. پس من برم دیگه. کاری نداری با من؟ کجا میخوای بری؟ ساعت سنگین شده بابا. دیر میای زود میری، اصلا معلوم نیست چیکار میکنی. اومدم ببینمت. دیدم مابان داره میره، دیگه نیومدم بالا. این میرفت تو پام 35 تا بخیه بودا. الان اینجوری دیدمت میدونی یاده کی افتادم؟ یه چیزی بندازه؟ نه. بهم گفتی میخوام یکی از رفیقامو ببینی. با هم رفتیم توی کافه، منتظر نشسته بودیم. دوباره دستت خورد یه لیوان شکستی، هول شده بودی، شروع کردی با گرسونه خورده شیشه‌ها جمع کردن. بعد یهو آبان اومد تو. گفتی میخوام این دخترمو بهت معرفی کنم. آره. آره چی؟ آره. آبان تو رو اول دیدی و ترش کرد. ببین 3 ساعت نشستم بهش توضیح دادم و گفتم بابا بهار داداشمه، داداشیم هست. قبول کرد. آره دیگه، اول داداشی تو بودم، بعد خواهر آبان شدم، بعدم که الان همه چی درست شده دیگه. نمیخواد تو همینقدر خودتو ناراحت کنی. اومد نشست حرف زدیم با هم دیگه، تموم شد رفت خدا رو شکر. گفت میرم وسایلام بردارم بیام. یعنی رفت وسایلشو برداشت بیاد که شب بمونه؟ آره بابا بهم گفتش که گفت فشینم این لباساشو بشورم تو ماشین لباسشویی، یادم رفت اصلا. یعنی الان کلا آشتی کردین دیگه، حل شد همه چی؟ آره خدا رو شکر، خدا رو شکر حل شد. که سرم رفتم هولدینگ دیدمش. 2 ساعت پیشم اینجا بود. گفتی اون شرکت اضافه کاری که بین مریض یه سر اومد زد. ما هم نشستیم مسئولی نیمرو زدیم. دروغ دارم با تو بابا. اینا ظرفش نبیناش، این هم ظرفش. دروغ که نکنم تو. وایسا کارت دارم. چته مستی هستی چیه؟ هستم بابا هستم. میشنوی چی میگم؟ من دارم روانی میشم. امیر میگم باید با هم حرف بزنیم. خیلی خوب بیا حرف بزنیم جانم. بیا ببخشید بفهم جانم بگو. ببین الان برگشته دیگه، تو خوشحالید، منم خوشحالم. فقط میخواستی این وسط من از چه رفیقم بندازی. الان چه خاکی بزنم برسم.
بابا جان یه اتفاقی بین ما افتاده بود الانم حل شد تمام شده رفته اونم برگشت سر خونه زندگیش. من حل نشد. من هی بهش میگم آبان بیاد خونه رو تو این وضع ببینه برای من بد میشه. بعد تو هی داری منو سینجیم میکنی. او ول کن دیگه میدونی اون دوست داره بیاد خونه همه چی آماده باشه تمیز باشه مرتب سر جاش باشه. ول کن دیگه هی داری ما هم حرف بزنیم بفهمی چی میگم. وقتی جوابتو نمیدم یعنی نمیخوام پیشو بگیری. تکلیف من چی میشه؟ همه چی مثل قبله. الان تو داشتی خودمی خواهر آبان. چی میگی تو؟ چجوری ممکنه؟ تو چرا اصلا متوجه نیستی؟ همه چی برگشت به تنظیمات کارخانه. دروغ میگی. بابا دروغ چیه؟ رفتن این لالستر سفیدای منو پاش کرد. میدونی دیگه بنداشم بلد نیست ببنده. اینجا تلخ راه میره. خودم بنداشو براش بستم. چیکار کردی که برگشت؟ بهش گفتم غلط کردم. من ولی غلط نبودم. میخواد بمونم کمکت کنم با هم خونه رو تمیز کنیم. آبان که میاد همه چی مرتب باشه. دل من با تو خوشه این بهار با تو خوشه روزگار داره نو میشه روزگار با تو خوشه عیده و سبز درخت سبز زار با تو خوشه آخرین ثانیه ها رو به شما که با تو خوشه به نظر من تو هم چیزی نگو. خود عذرخواهی کنه دیگه. نباید اصرار میکردی بیام اینجا. دیگه گفت یه پیشنهاد بیزنسی عجیب غریب داره دیگه. من البته بهش گفتم تا از ثابت عذرخواهی نکنی امکان نداره پاشو بذاره اینجا. حالا ببینیم چی میخواد بگه دیگه. آدم به درد بخوریه. به کارمون میاد. پیشنهادش درباره چیه؟ نمیدونم گفت راجب شمش و ایناست. قد و قواره این حرفا نیست. رسیده میاد. به چطوری کامرونی؟ چطوری بابک؟ آقا من بابت اون شب خیلی شرمنده شدم. اصلا نمیدونستم اون خانم اینقدر برای شما مهمه. وقتی رفتی فهمیدم. باور کن. پیش میاد دیگه. سوء تفاهم شده بود. شبای گذشته رو فراموش کنیم. امشب ببینیم چه خبر میشه. در خدمتم. بفهم. یعنی میخوام بدونی اگه میدونستم اصلا اضافه کاری نمیکردم. درم یکم شل هست ولی خب با خودی کاری ندارم. پیش میاد. بفهم. من هنوز عذرخواهی تو نشنیدم. ببین من صادقانه عذرخواهی میکنم. ولی خب اگه قرار کاری بکنم من نه نمیگم چشم. اوکیه. بفهم. کامرانی اوکیه. آخه بابک جان خودت شروع کن دیگه. چشم. بابک میگفت پیشنهادی داری. پیشنهادی که میخوام بدم و بعید میدونم بتونی رد کنی. پیشنهادی که نتونم رد کنم ترجیح میدم اصلا نشنوم. ضرر نمیکنی بشنوی. حالا یه بارم شده پیشنهادشو گوش کنیم شاید حرف خوبی زد. من میگم شما تونستی رد کن. بگو نه. پیشنهاد من از طرح هتلتونم جذاب‌تره. نه که بگم هتل بده ها نه خوبه. ولی اینی که من میگم هم سرمایه کمتری میخواد هم سودش خیلی بیشتره. به با اجازه. چه هم چیزی.
ممنون. دنیا رو کاکل پیشنهاد من میگرده. سودش خیلی خوبه. مشتریاش هم پول خیلی خوبی دارن، هم خوب خرج میکنن. نه خوشم اومد. هرچی جنس خودش خرابه، ولی این جنسی که رو کرد الحق جنس درستیه. بگم درباره شمش و اینا میخوای یه چیزایی بگی. بگو پیشنهادت چیه؟ میشنوم. پیشنهادم همونی که الان تو مخ بابکه دیگه. واسه ببینم چی داری میگی الان؟ من فکر کردم شمش طلا رو میگی تو. طلاست دیگه. طلا اینه. اگه هم قراره چیزی قاطی گوشتا بکنیم بیاریم اینجا همینه. اون آتاشقالا که ما خودمون رو باش الاف کردیم. سودش حرف نداره. از مبدا یعنی کشور تولید کننده تا مقصد یعنی رو میز مشتری هم با خودم. عالیه. پول زیاد میخواد. خیلی هم پولشو داره. ولی فریبرز جون اون چیزی که همه ندارن تو داری. واسه همینم هست که اصرار دارم با تو کار کنن. کوالیتیش هم که بابک چون الان تایید میکنه دیگه. چطور بود بابک؟ عالی بود. سودش هم عالیه ولی ریسکش بالاست. خطریه. ریسکش بالاست که سودش بالاست دیگه. گفتم بشنوی نمیتونی رد کنی. اشتباه کردی. چون نه عذرخواهی تو قبول کردم نه پیشنهادتو. فریبرز حرف آخرش همینه؟ قطعا همینه دیگه. خیلی بد شد که تو میدونستی پیشنهادش چیه؟ نه بدون فریبرز. به من گفت میخوام ازش عذرخواهی کنم واسه جبرانم یه پیشنهاد خفن براش دارم. تو میدونی آدمی مثل کامرانی وقتی یه پیشنهاد خرکی مثل این میده و نمیشنوه بعدش چه تبعاتی داره؟ چه تبعاتی؟ از منظرمون الان ما یه چیزی رو میدونیم که نباید میدونستیم. یعنی که حساب کتابمون رو باید ازش جدا کنیم. نگران اونش نباش. من خودم آوردم تو اینجا خودم پایین چیزاش وای میسم. همیشه همینو میگی. قربونت برم من. آدم ها با هم قهر میکنن دیگه مامان. یادته یه بار عروسکی که میخواستی رو بابا برات اشتباه خرید؟ مگه تو باش قهر نکردی؟ آره منم ازش دلخورم باش قهر کردم. نمیدونم تا کی. از من نخوا برگردم خونه. اصلا به من بگو تو دوست داری پیش من باشی یا پیش بابا؟ معلومه که بهت نیاز داره. آفرین دختره با شعور من. هر وقت هر جایی تو بخوای من خودم رو میرسونم پیشت. قول. منم دوستت دارم. مراقب خودت باش. خسته نباشی. آقا سروش. آقا با شما دارم حرف میزنم. کجا دارید میرید؟ آقا بدون همرنگی ثابتی نمیتونید برید داخل. با شما اینجوری برای من بد میشه آقا. آقا ببخشید. چشم. چی میخوای؟ زنگ بزن هدیه بیاد. که چی بشه؟ خودش باید بهم بگه. چی بگه؟ همه این دریوری هایی که بهم گفتی رو.
من که میدونم خودت برنامه کردی که برینی تو زندگی من. الانم معلوم نیست کجا قایمش کردی که دستم بهش نمیرسه. نبایدم برسه. اون الان دیگه صاحب داره. خودش باید بهم بگه. چی بگه؟ چرا اصرار داری به نفهمی؟ خودش باید بهم بگه که صاحب پیدا کرده، که خودش خواسته صاحبش تو باشی. زنگ بزن بهش بگو بیاد. اگه نزنم اون وقت خودم میزنم. لطف میکنی ولی وجودشو نداری. بزرگت کردم. میزنی یا بزنم؟ بزن. باشه. میزنی یا بزنم؟ بس کن. میزنی یا بزنم؟ میزنی یا بزنم؟ بس کن بس که کر خر پی پدر. جمع کن این گوکاری تو. فردا میگم وکیل کاره طلاقشو قیابی انجام بده. طلاق نامرم بیاره بندازه کف دستت. اما بعدش میری از زندگی من واسه همیشه گم میشی. دیگه نمیشناسمت. میذارمت پای یه شب هوسبازی بابام که با خودش رفت و گور. مردی که تو شکارچی مگزم نیستی. واسه من روخ شکارچی گوز میگیری. پاشو گورتو گم کن تا ندادم تو کیسه زباله بذارنت دم در. پاشو گم شو. نباید بهم میگفتی کی هم میشیم. از اون روز گر گرفتم. مقصر همه بدبختی های زندگیمو شناختم. الانم از برادرم و پدرم بیشتر از همه دنیا بدم میاد. دستم به بابام که نمیرسه، ولی تقاضم از تو پس میگیرم. حساب من و تو خیلی مونده تا با هم صاف بشه. بعد بلایی سرم آوردیم. بعد بلایی سرت میارم.
فکر میکردم همه پولات و خرج ملک و سهام و ماشین و عتیقجات میکنی. نگو پس کتابم میخری. حالا استفاده هم میکنی یا اینا هم دکوری هم؟ جدی اگه من یه کارگردان سینما بودم و میخواستم یه ومپایر مووی بسازم تو رو حتما برای نقش اول زن انتخاب میکردم. چرا؟ فوتوژنیکم؟ علاوه بر اون دندونای یه نیش تیز و زهراگینی که داری. شاید هم زهرش داروی شفا باشه، کسی چه میدونه. جواب سوال منو ندادی. یادم رفت سوالت چی بود؟ چیزی از اینا رو هم خوندی؟ یه چیزایی. خب چی فهمیدی؟ نتیجه؟ اگه توقع داری بگم همشونو از برم، نه نیستم. از بر بودن اینا الان که دیگه فضیلتی نیست. چه خبر از خروجی؟ همین که میبینی. پس کتابایی که انتخاب کردی اصلا مفید نبوده. چطور؟ چرا؟ چون به جای خاصی نرسیدن. که کجا باشه؟ تمامیت خواهی. یا همش یا هیچ. میبینی که تمومی هم نداره. من آدم جنگ طلبی نیستم. وسط میدون جنگ دم از سر زدن کوچولو خنده داد. جنگی در میونه، نه پای غنیمتی وسط. خواسته من فقط یه پیشنهاد بود که زور باید پذیرفته میشه. ظاهراً این تویی که تمایلی به صلح نداری. چرا؟ چون حرف حق میزنن؟ نه، چون حرف حق و تلخ میزنی. حرف شیرین از کام شیرین میاد بیرون. اشتباه نکن. تو به اون بدی که روز اول تصور میکردم نیستی. یعنی الان که از نزدیک میشناسمت اینو میگم. وقت من باید چیکار کنم که تو منو بیشتر بشناسی؟ کار خاصی لازم نیست بکنی. رهنا خانم میز غذا رو چیده، اگه دوست داشتی بیا بالا. حال دختر کوچولو چطور بود؟ خوب بود. بد نبود. تصمیم گرفتم برای اینکه عادت کنه یه مدتی بذارم با باباش به حال خودشون باشه. تصمیم عاقلانه‌ایه. تصمیمت به برگشتنم تصمیم خوبیه. ظاهراً طبق قرارداد بینمون مجبورم جایی زندگی کنم که تو میگی. الان فقط دارم به قراردادم عمل میکنم. همچین صبونه شیک و پیکی یادم نمیاد جایی از قرارداد لحاظ کرده باشم. عادت کرده بودم به همون بو و برنگی که رهنا خانم هر روز صبح را مینداخت. یه روز آش، یه روز عدسی، یه روز کله پاچه تونگی، یه روز املت بخور و نپرس. اینم خوبه واسه خودش، تنوعی هلسی هم هست. با دکترت حرف زدم. ببین هر چی که دیدی و شنیدی و فراموش میکنی. خب من طوری نیست. میگه داروهاتو سر وقت نمیخوره. بدش کن، اون دیوونه است. کاری که من ازش میخوام نمیکنه، کار خودش میکنه. خب
پس باید چیکار کنه؟ از فقط میخوام من از شهر این درد لعنتی خلاص کنه، همین. خب تو اگه طوری نیست برای چی درد داری؟ دردت چیه؟ درد بی درمان. دارم جدی میپرسم. دارم جدی جوابتو میدم. درد بی درمان. درمان نداره. خب پس باید دقیق و درست داروتو بخوری. وقتی درمان نداره چرا بخورم؟ پس چیکار کنی؟ منتظر وایسی تا ذره ذره آب شی از پا در بیای؟ قرار نبود تو بفهمی چه خبره و من چه. با کی همچین قراری گذاشته بودی؟ با خودم. اشتباه کردی. بذار یه چیزی رو از همین الان روشنت کنم. دوست ندارم یکی مدام جلوی چشم بپلکه و یادم بیاره که مریضه. دوست ندارم کسی واسم دلسوزی کنه. چون خودم حتی یه ذرم دلم واسه خودم نمیسوزه. دوست ندارم یکی مدام حواسش بهم باشه. چیکار میکنم، چیکار نمیکنم، چی میخورم، چی نمیخورم. قرار باشه بمیرم ترجیح میدم سرپا بمیرم. ولی آخه اینطوری نمیتونی. ولی دیگه نه. با لجبازی نمیتونی چیزی رو درست کنی. صبح تو بخور زودتر را بیفتی بری شرکت تیرت نشه. امروز با هم میریم شرکت. من امروز شرکت نمیام. جلسه مهم تو هستی من خیالم راحت. ولی تو اگه نباشی من خیالم راحت نیست. زیاد نیست؟ میگم 2 شیفت کار کنن ان شاء الله جمع. هر چیز زودتر راه بیفته به نفع همه. ان شاء الله. به سلامت شما. به سلامت. جناب ثابت، برگاری که فرموده بودید حاضر شدن. فقط بزنم رو میزتون یا همینجا میزنید فرمایید. دیگه گفتید عجله اینجا مزاحمتون شدم. خدمت شما. تمرینی؟ شیما جان، آقای ثابت برگار رو امضا کردن. خیلی سریع بر حساب داره برای تصفیه. باشه ممنونم. فقط به من گفتن که از این بعد پشت میز تو بشینم. اشکالی نداره، من وسیله‌امو جمع کردم. الو. از آسانسور اومدم بیرون. کجایی تو؟ کارگزینی؟ سلام. کوشی؟ دیده. چی شد؟ اسفندیاری گفت ثابتم امضا کرد. دیگه بعدی خوبی دیدید ببخشید. از رو بی تجربگی بودم در کار نبود. برو بشین اتاق من معلوم میاد. خانم اسفندیاری تو اتاقشونه؟ بله تشریف دارید. بالاخره زهر خودتو ریختی؟ وقتی چغولی شیما رو به ثابت میکنی؟ بابا بذار 4 تا مسابقه برنده بشی، 4 نفر رو شرط بندی بکنن، بعد بیا بگو نعلمو طلا کنی. خوش اومدی جناب محمودی. با توپ پرم تشریف آوردی. بفرمایید بشینی. اتفاقا من می‌خواستم امروز بیام پیش شما. بفرمایید. نوشیدنی چی میل دارین؟ سرد، گرم، دمای محیط؟ در خدمتم. تو که با من مشکل داری، واسه این بچه رو اخراج کردی؟ بچه؟ ایشون که دیگه بر نمیگردن، ولی من مایلم که یه مدارکی رو ما با هم بررسی کنیم. این کپی قرارداد شما و شرکت راهسازی ترکه. اینم کپی قرارداد هلدینگ و شرکت ترک که مشترکاً با یه شرکت تو قندهار و هلمند افغانستان بسته شده. شما هم زیر همش رو امضا کردی. درست؟ چه ربطی به اخراج کردن مامشی داده؟ شما قرار بوده 320 کیلومتر اتوبان با 4 تا عوارضی و 3 تا مرکز خرید اونجا بسازی که شرکت ابتکار فیضی افغان به شما 6 میلیون دلار پیش پرداخت داده. 3 میلیون دلار برای هلدینگ ثابت و 3 میلیون دلار برای شرکت MIC ترک. درسته؟ اما تو مرحله نقشه برداری طالبان به اونجا حمله میکنه و امنیتش از بین میره. هر چقدر شما منتظر میمونی شرایط هی بدتر میشه. شرکت افغان به شما ایمیل میزنه که من نمیتونم امنیت شما رو تضمین کنم و قرارداد کنسله. بله کنسل شد، 5% کسر شد، بقیه پولشون بهشون برگردونده شد. نه دیگه، نکته اینجاست شما 5% رو کسر کردیم و ما بقیه پول رو برگردوندیم، ولی نه به شرکت راهسازی ابتکار فیضی. پول رو انتقال دادین به یک شرکتی در افغانستان که تصادفاً به نام شیما جون ثبت شده. از اینجا به بعدش به شعبه شما میخوره جناب محمودی. ایشون پول رو انتقال دادن به یه حسابی در کانادا که به نام خانم مهناز مهدیانفره که فکر میکنم همسر شماست. جناب محمودی اینجا چه خبره؟ دارین چی کار میکنی؟
این اسناد از کجا آوردی؟ شاید براتون جالب باشه من معاون اجرایی این شرکتم و به تمام اسناد هلدینگ دسترسی دارم. کی این عکس تو به تو داده؟ فهمیدنش سخت نیست که این اختیار رو کی به من داده. اما نکته من چیز دیگه ایه. جناب محمودی، من کاری ندارم تا یه روز قبل از اینکه معاون اجرایی این شرکت بشم شما چی کار میکردین، کی چی میدونه، چیا رو کیا نمیدونن. البته این یه دونه از کرمای کوچیکیه که تو باغچه شما داره وول میخوره، اما به من ربطی نداره. مسئله اینجاست که از وقتی من معاون اجرایی اینجا شدم شما حق نداری هر کاری دلت میخواد بکنی. باورم نمیشه این آدمی که جلوم نشسته همون آبانیه که اون روز اومد تو دفتر من عین یه جوجه نشسته بود عجز و لابه میکرد که بتونه چند لغاز پول جور کنه پروژه‌ش رو ران کنه. جالبه. آره. ببین خانم اسفندیاری، با تو از رو دم من بردار. با من بخوای سرشاخ بشی بد میبینی، برات گرون تمام میشه. قبلا هم بهت گفتم با تو از گیریمت دراستن نکن، ولی کردی. پس بشین نتیجهشو ببین. جناب محمودی، منم قبلا به شما گفته بودم که من اومدم اینجا بگم بیزینس اینجا هم دوتاش میشه 4 تا. باشه، پس بچرخ تا بچرخی. بچرخی. به این دختره اینقدر اجازه دادی که بتونه منشی شرکت هم اخراج کنه؟ آره؟ چیه باز؟ ریز دادی یکی رو دستت پاش شده بازی باختی. من برده بودم تا قبل از اینکه این دختر تو آستینمون در بیاد. میخوای اصلا وقتی اینجا تموم شد بگم اتاقتو بیارم بالا که دیگه مجبور نباشی باهاش چش تو چش بشی؟ با اون یا با تو؟ واسه چی این دختر باید اکسس فایل‌های محرمانه هلدینگو داشته باشه؟ نمیدادم که نمیفهمیدم اون 3 خط دلاری که بهم گفتی باز پرداخت شده الان کجاست؟ مگه بار اولم فریبورس؟ خودت میدونی 100 دفعه این اتفاق افتاده. من برای فراز مالیات اینوست کردم یه جایی که مطمئن و امنه. آره خب دفعه پیش اوکی منم میگرفتی. این دفعه ولی نگرفتی. با صبر میکردی بهت میگفتم. اوکی. تو تصمیمتو گرفتی. از نظرت این دختر کامل اوکیه ها؟ کارشو داره پرفکت انجام میده به نظر. پس تکلیف منم روشن کن. اینجا یا جای منه یا جای اون. ما دوتا نمیدونیم با هم تو این هلدینگ کار کنیم. این حرف آخرت؟ آره حرف آخرمه. حالا که حرفشو زدی و دم از تکلیف روشن میزنی با خب یه چیزی رو بدونی تکلیف یه چیزی هم واسه من هنوز روشن نیست. 30 سال کنار من یه دم از رفاقت میزنی. این رفاقت باز خود چطوری معنی کردی که تعریفش برای من فقط شده پاک کردن گهکاریای تو به قیمت از دست دادن یه چشم و سلامت یه پام. حالیه. از این همه سال رفاقت فقط گهکاریای من یادت مونده، ولی اینکه دوبار نجاتت دادم یادت نمونده. آره خب از مهلکه هایی که خودت من توش کشوندی. فریبورس من یا اون. جوابمو گرفتم. باش تا الان کنارت بودم و همیشم خوبی رو نخواستم. از الان به بعد دیگه تنهایی خودت یا این هلدینگ و آبان جونت.